رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 1 آگوست در نشست خبری گفت ریاست امنیت داخلی خدمات گمرک نتوانست اعمال شهباز رجبزاده را پیش از اراده پرزیدنت آشکار کند. با این خاطر این ریاست را برهم دادند. شهباز رجبزاده سابق سردار ترمینال رقم 1 دوشنبه 10 می مورد انتقاد سخت پرزیدنت قرار گرفت. راستی در این واقعی این ایرادها برای خود منم غیر چشمداشت بود، زیرا که من این کار نمیکنم در فعالیت مقامات گمرک کمبودی‌های جدی دیده میشوند و البته آن ایرادهایی که روبر دولت گرفتند در نتیجه کارهای به انجام رسانده مقامات حفظ حقوق البته هست و هر یک کمبودی که هست البته ما پای اصلاح آن سری وقت شدیم. رجبزاده شهباز خود همان روز از مقامات آزاد گردید. رئیس خدمات گمرک گفت شهباز رجبزاده به طریق گزارش از وزارت مهنت به خدمات گمرک آمده بود. یک تاش به نام دیگر، یک تاش به نام خود. در پرسجوی شدیداللحن پرزیدنت روز 10 می سال روان از شهباز رجبزاده معلوم شد که او دوام همگی 1 سال و 8 ماه در مقامات رهبری یکی از نقطه‌های گمرکی مهم پایتخت کار کرده. فعلا صاحب 3 خانه و 1 ماشین است. در این مدت کوتاه او از یک لیتنانت عادی تا رتبه پدپلکونیکی رسیده به گفته پرزیدنت 16 دفعه به خارج سفر کرده است. با مراجعت رجبزاده 4 مرتبه به او اجازه سفر به خارج کشور داده شده است. بنابر سبب بیماری مادر برای راه بلدی نمودن، اینچنین با صدمه دچار شدن خودی او و شکستن دستش با همین سبب‌ها 4 مرتبه سفر خارج، لیکن بعدتر معلوم شد از طرف بگوییم مقامات‌های داخلدار که وای سفرش بیشتر بوده است. رئیس خدمات گمرک درباره همه ایرادهای مقامات و هم جامعه درباره این نهاد آشکارا صحبت می‌کرد. از جمله صاحب بستانسراها بودن کارمندان گمرک را هم رد نکرد، ولی از خبرنگاران دعوت کرد میتوانند این قضیه را تحقیق کنند. کارشناسان میگویند قضیه سابق منصبدار خدمات گمرک تنها یک نمونه فساد در مقامات است که رسانه‌ای شد. از نگاه من اون چیزی که در کار، اون اطلاعی که در کار بود برای ما در دایره صلاحیت‌هایش رئیس گمرک پیشنهاد کرده توانست. رجبزاده آدم بود که یک بار در تک دندان اول رفتید. اگر مثلا پشت گپ کار شیم در این نهادهای دولتی زیاد وام می‌خورید. آدمای خب مواردی کروپسی هر چیز دیگه قانون شکنی میگویند. شهباز رجبزاده بعدی برکناری از مقام با خبرنگاران صحبت نکرده است، اما قضیه او هر سری چند وقت در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. در آغاز هفته روان سلیمان دولتزاده رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا گفت نسبت به شهباز رجبزاده یگان سنجش یا پرونده جنایی آغاز نشده است. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.